این راز رو اگه بفهمی دیگه زندگیت هیچ وقت مثل قبل نمیشه. میدونی قانون جذب چی میگه؟ میگه هر فکری که با احساس قوی همراه باشه مثل یک موج قوی میره توی جهان و برمیگرده سمتت. حالا نکته اینجاست، همه ما این موجها رو میفرستیم، اما بعضیا بلد نیستن چطور این موج رو دقیق، متمرکز و پرقدرت بفرستن. امروز میخوام یه تکنیکی بهت یاد بدم، یه تکنیک ترکیبی که از 3 ابزار فوق‌العاده قوی استفاده میکنه. یعنی پاکسازی هوپونوپونو، کدهای مقدس تسلا و نوشتن روی کاغذ برای تقویت ارتعاش. این تکنیک رو بار اول که انجام بدی حس میکنی قلبت داره روشن میشه و اگر فقط یک هفته مداوم انجام بدی معجزه ها خودشون رو بهت نشون میدن. ببین، من تکنیک های زیادی رو امتحان کردم، از مدیتیشن گرفته تا تجسم، شوگذاری، نوشتن آرزو، ولی این تکنیک یه تکنیک دیگه است، یه تکنیک عجیب و جذابه. چرا؟ چون همزمان 3 منبع انرژی رو فعال میکنه: پاکسازی ذهن و قلب از موانع پنهان، فرستادن ارتعاش خالص با اعداد مقدس 3، 6 و 9 که خود نیکولا تسلا گفته کلید جهان هستند، و سومین نوشتن روی کاغذ که ارتعاش رو 1000 برابر قوی تر میکنه. و واقعا مثل اینه که 3 موتور قوی رو با هم روشن کنی و موشک آرزوت رو مستقیم بفرستی وسط هدف. خب، یه برگ کاغذ میخوایم، یه خودکاری که حالا رنگی باشه که بهت حس خوب میده. باز هم میگم آبی و سبز خیلی عالیه. و یک فضای آروم. مرحله اول نوشتن آرزو روی کاغذه. باید یکی از آرزوهایی که واقعا با همه وجودت میخوای رو انتخاب کنی. بهتره الان فقط یه آرزو باشه تا تمرکزت کامل روی همون باشه و بعد بقیه‌اش رو امتحان کنی. بالای کاغذ بنویسی پاکسازی میکنم به نیت، و بعد جای اون نیت آرزوت رو بنویسی. پاکسازی میکنم به نیت خرید ماشین مثلا، یا پاکسازی میکنم به نیت خرید خونه رویایی. همینطور که داری مینویسی با دیدنش ذوق میکنی، احساس عالی و مثبت و اشتیاق فراوان داری. حالا که نیتت رو مشخص کردی، یه نفس عمیق میکشی و 8 بار این جمله رو با احساس بگی. 8 بار این جمله که بهت میگم: متاسفم، لطفاً مرا ببخش، سپاسگزارم و دوستت دارم. 8 بار این جمله رو پشت سر هم تکرار میکنی. هر کدوم از کلمات رو آروم آروم و با حس عالمی، انگار واقعا داری از ته دلت با جهان حرف میزنی. هدف اینه که تمام انرژی های منفی و موانعی که ممکنه سر راهت باشه و جلوی رسیدن به آرزو رو گرفته باشن پاک بشه. مرحله بعدی تکرار اعداد مقدس تسلا هست. الان که ذهن و قلبت پاک شده، وقتشه که موج قوی رو بفرستی. یعنی 8 بار با صدای آروم اما محکم این اعداد رو تکرار میکنی. 3 6 9 3 6 9 3 6 9 تا 8 بار این اعداد رو به همین صورت تکرار میکنی. این اعداد طبق گفته تسلا کلید باز کردن درهای جهان هستند. مرحله بعدی دوباره 8 بار این از کار هوپونوپونو رو
با حس مثبت تکرار کنی. یعنی دوباره 8 بار میگی متاسفم، لطفاً مرا ببخش، سپاسگزارم و دوستت دارم. و بعد دوباره 8 بار اعداد تسلا 3 6 9 3 6 9. اینجا انرژی رو داریم کامل میفرستیم سمت کائنات و در حقیقت باید حس کنی یه موج طلایی از قلبت داره میره به جهان و بهت برمیگرده، ولی این بار همراه با آرزوت برمیگرده. وقتی این مرحله رو انجام دادی برگران نگه میداری پیش خودت. حالا میتونی بذاری جایی که هر روز ببینیش یا بذاری زیر بالشت موقع خواب و این تکنیک رو باید هر روز 1 بار انجام بدی و بهترین زمان ها هم برای انجامش صبح موقعی که از خواب بیدار میشی یا شب وقتی که قبل اینکه بخوای به خواب بری باید این کار رو انجام بدی. بعد از چند روز تغییرات رو خود احساس میکنی. حس آرامش داری، حس قدرت داری، حس اینکه داری به سمت آرزوت کشیده میشی. اگه این تمرین رو انجام دادی حتما توی کامنت بهم بگو چه اتفاقاتی برات افتاد و اگر تا الان عضو کانال نشدی حتما سابسکرایب کن، لایک کن و مطمئن باش تو ویدیوهای بعدی تکنیک‌های جذاب‌تر و جدیدتری رو واسط میگم. و این رو یادت باشه که جهان همیشه داره گوش میده، فقط باید یاد بگیری درست حرف بزنی باهاش.